با من آماده شیم ساعت 6:30 صبح شنبه با هم بریم کوه. آقا آخرین باری که یعنی حس میکنم آخرین باری که صبح شنبه این موقع صبح بیدار شدم و میخواستم از خونه بزنم بیرون کی بوده؟ زمانی بوده که میرفتم سر کارم هم حضوری قبل از چیز بود دیگه، تا قبل از کرونا بود دیگه. از بعد از کرونا که اصلا حضوری نمیرفتیم سر کار. خلاصه که احساس میکنم که مغزم الان خوابه. هم برای خودم قهوه درست کردم هم برای دوستم. Let's go. خب چقدر 4:44 کیلومتر پیاده روی کردیم تنها و الان تقریبا نصفه راهیم. فکر کنم یه 6 داشته باشیم، یعنی 6 بشه. من البته تا برسم به ماشین 7 میشه. من یه پیچی پارک کردم، فکر کنم دیگه این آخرشه. بعد احساسم داشتم عجله داشتم، دیرم شده بود و همونجا بعد که پارک کردم تازه بعدش دیدم کلی هنوز راه و کلی هم جا پارک بود دیگه. خلاصه ساعت چنده؟ الان 9:51 روز شنبه است و ما کوهمون رو رفتیم و الان منتظریم که صبحونمون رو بخوریم. همین جاتون بده، یکم که خیلی جاتون بده، ولی خب من از این چیزا ندارم دوربینه که اینجا بذارم تو ماشین. بعد میخواستم کلا هدفم رو از تولید این ویدیو بگم. اولا که خب خیلی خوش گذشتش. کوه رفتن رو حالا نه به خاطر اینکه خودم انجام میدم و اینها، ولی کوه رفتن خیلی حال میده. بهتون حتما پیشنهاد میکنم. بعد روزای تعطیل شاید چون خیلی شلوغه و دیگه خیلی مثلا در هم برای همه خیلی خوش نگذره، ولی اگر که مثلا میتونید کارتون آنلاین یا حالا یه جوریه که میتونید غیر روز تعطیل هم برید، خیلی بهتون پیشنهاد میکنم. خب اینو میخواستم بگم که دیدین دیگه تو اینستاگرام این چند وقت خیلی زیاد شده ویدیوهای با من آماده بشید و مسخره بازیاش هم تازه زیاد شد. یعنی هم خودش ویو میخوره هم مسخره بازی که در میارن. مثلا یکی بود یادم نوشته بود که با هم آماده شیم بریم زایمان بکنیم. بعد ملت مثلا براش ویدیو ساخته بودم که ببین ما اگر بخوایم در توانمون نیست، یعنی میخوایم بیایم باهاتا ولی خب اصلا نمیتونیم، اصلا بخوایم هم نمیشه. یا یکی دیگه بودش که میگفتش که با من آماده شیم بریم همون. اون هم خیلی هم وایرال شده بودش، هم خیلی ملت مسخره بازی ها رو که در آورده بودن براش خیلی باحال بودش. بعد باعث شد که من به این فکر بیفتم که اصلا اولین ویدئوی با هم آماده شیم یا همون Get Ready With Me اینو کی ساخته. بعد معمولا اینجور ویدئوها همه از یوتیوب شروع میشن دیگه. بعد این محتوا میره توی اینستاگرام. بعد سرچ که کردم Get Ready With Me، اولین ویدیو مال این چیزا بودش، مال این خانواده کارداشیانا بودش، مال کایلی جنر بود فکر کنم. 26 میلیون ویو خورده بود و مثلا حالا به صورت تخمینی اگر بخوایم بگیم از همین ویدیوش تقریبا یه چیزی هولوش $48,000 درآمد داشته. $48,000 یه دونه ویدیوی 10 دقیقه‌ای مثلا. بعد این مال 4 سال پیش بودش. ولی وقتی که سرچ میکنی که مثلا اولین ویدئوی Get Ready With Me رو کی ساخته و چند سال پیش بوده، یه بیوتی بلاگریه. این 12 سال پیش کلا اینو محتوا رو تولید میکرده که مثلا با من آماده بشیم و اصلا حرفم نمیزده روش، فقط مثلا اوتفیتش رو به قول خودشون لباسش و اینهاشو نشون میداده که مثلا داره چه تیپی میخواد بره بیرون. بعد این اون زمان خیلی وایرال میشه و بعد از اون آدم‌های دیگه هم شروع میکنن به این ویدیو رو درست کردن که مثلا همون هولوش 20 میلیون و اینها ویو میخوره. یعنی میخواستم بگم که با همین ویدئویی که
بشه. اتفاقا براش خیلی هم خوبه چون با اسمش بیشتر وایرال بشه و بیشتر دیده بشه و خیلی ها هستن که اصلا بیس پیشرفتشون رو میزنن روی این که بیان ریاکشن منفی بگیرن، یه کار عجیب غریبی بکنن، یه سری ریاکشن منفی بگیرن، بعد که خب حالا وایرال شدش ویدیوهاشون، بعد اون موقع برن فقط گرفتن این ویدیو همین بود. می‌خواستم بگم این ویدیوهای Get Ready With Me که جدیدن خیلی باب شده تو ایران چند ماهیه، اینا تو کانتنت انگلیسی سابقش برمیگرده به 10-12 سال پیش، ولی خب خود خارجی ها هم جدیدن خیلی بیشتر دارن این نوع محتوا رو میسازن و کلا خب یه ترندیه دیگه و همونطور که میدونید حتما اگر که شبکه اجتماعی و خودتون توش فعالیت میکنین، وقتی که یه ترندیه و هر چقدر هم که حتی میگم محتوات بار معنای منفی داشته باشه، ولی انگار خود این شبکه اجتماعی کمک میکنه به اینکه وایرال بشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و بهتون خوش گذشته باشه با من و یه دیتای جدید و اطلاعات جدیدی بهتون داده باشم. بوس به کلتون، لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. لطفا منو حمایت بکنید، خواهش میکنم ازتون. خدافظ.